تمام چیزی که رحمان کرده بود اصلا میسازیم و تمام قانون قریب نمیشود و واقعا شما میتونید باور کنید که یک تاجیکستان مردمی و مردم سالاری میشود. تاجیکستانی که خلق خوجایی دولت میشود و هر یکی شما میتونید که دولت این من هستم، دولت این شما هستید، دولت این قانونی هستند که امروز در مسکو استعفا گفته بودند، دولت این برادرانی هستند که در شهرهای گوناگون روسیه با وجود کارشان، با وجود عذاب و اذیتشان با میشنن کار سیاسی میبرند، با میشنن مردم دعوت میکنند، با مثل شمایان در غم وطن هستند، در غم ملت هستند، در غم خلق هستند. برای همین شما باور کنید که واقعا ما میتوانیم یک دولت مردم سالاری کنیم. مثلا باز گفتم و تکرار میکنم، مردمی که خودش سرنوشتش حل میکند، مردمی که خودش پرزیدنتش انتخاب میکند، مردمی که خودش وکیلش یعنی عضو پارلمانش انتخاب میکند، مردمی که خودش تقدیر خودش معین میکند. و واقعا حکومتی که ما میخواهیم حکومت مردم سالاری و حکومت عدالت خواهد شد. یگان نفر از ما برای منصب، برای کرسی، برای جاه و جلال مبارزه بریم. مبارزه ما تنها برای سرنگون کردن نه تنها رحمانوف بلکه همین سیستم رحمانوف است، همین خانه ویرانی که رحمانوف ساخته است، ترمیم و تعمیر این ویران است.